های خارجی هم داشته بخاطر که من فکر کنم اگر نتیجه بازی به نیمه دوم آقای یوسفی شانس پرسپولیس بیشتر، بله 100% بیشتر خواهد بود. ترکیب دو تا تیم رو هم باید منتظر باشیم، ولی آقای افشین قطبی در این چند هفته گذشته در حقیقت به لاین اپش، به ترکیبش خیلی قابلیت انعطاف زیادی داده. کریم باقری نمونهش است که گهگاهی حتی به عنوان مهاجم دوم بازی کرده. پژمان نوری اگر بازی کنه به نظر من یکی از مهرهایی مثل بادامکی، نیکبخت و کعبی ممکنه اینها نیمکت نشین بشن و وقتی شما به پاپی و اکبری به عنوان دفاع راست چپ سپاهان و زارعی، محمد نصرتی دفاع راست چپ پرسپولیس نگاه میکنید، هر دو تیم اولین برنامه‌ای که دارن اینه که از نفوذهای این دو بازیکن در جناح جلوگیری کنن. برای جلوگیری آقای یوسفی تنها راهش اینه که شما حریف وادار به دفاع بکنید به جای حمله. که من منتظر هستم که آیا اون ترکیب مورد دلخواه آقای قطبی است که به زبان ساده 4 مدافع 5 بازیکن خط ملی دقیقاً اونطور که ما شنیدیم اولین ترکیب نیمه اول بازی سباباتریه، یعنی نیکبخت تو زمین نیست و کریم باقری. بله کریم باقری هم نقش به عنوان مهاجم دوم در پشت محسن خلیلی بود. همون ترکیب رو داره. ولی من حدسم اینه که سپاهان باید از عماد رضا و سید صالحی در شروع بازی استفاده کنه. بازم مطمئن نمیشه حق رو به سپاهان هم داد که حالا اوایل بازی با توجه به فشار جمعیت جو ورزشگاه و اینکه اونا امتیاز مساوی رو میخوان شاید چشم به ضد حمله داشته باشه. آیا مورد دیگه هم که من فکر کنم اشاره بود داشته باشیم، جمعیتی آقای محسن دارم جمعیت رو من فکر کنم هر اتفاقی بیفته برنده واقعیش لیگ برتر ماست و فوتبال ماست. اینکه در روز آخرش، روز اول هفته، روز کاری از ساعت 11-12 100,000 تماشاگر شاید بیشتر نشستن تو ورزشگاه، شاید منحصر به فرد باشه و این ویژگی خاص لیگ ماست. ببخشید میفرمایید. کشور ژاپن در برنامه‌ریزی که داره تا سال 2015 برنامه‌ریزی که 5 میلیون طرفدار داشته باشه در ژاپن. برای وقتی شما به سرمایه‌ای که در کشور ما اصلا واقعا احتیاجی نداریم که این مردم واقعا شیفته فوتبال هستن و باید اینو به فارنیک بگیریم آیه یوسفی. و دیگه همونطور که شما فرمودید دقیقاً از صبح امروز تماشاگرها به استادیوم رفتن. من یه مسئله می‌خواستم اشاره کنم راجع به نحوه بازی امروز. من می‌دونم به خاطر حساسیتش آقای ما باید یه مقدارم حق به مربی‌ها بدیم. آرسنال با آرسن ونگر بازی‌های زیبایی رو انجام داد ولی به جایی نرسید. این یه واقعیت بازی‌های امروزیش در دنیا. من نمیدونم آیا اون بازی که پرسپولیس در مقابل سباباتری که در خدمت شما بودیم در استودیو، آیا اون بازی رو امروز انجام میده یا دنبال یه بازی محافظه‌کارانه منطقی؟ حالا شاید این لحن گفتار من منفی باشه ولی یه واقعیته که در درجه اول شما توپی که از دست میدین در یه بازی به اهمیت بازی امروز باید برنامه داشته باشید. اون زمان از دست دادن توپی که در حقیقت برنده بازی امروز رو در نهایت تعیین خواهد کرد. آیا شما سازماندهی دارید برای به دست آوردن توپ یا دقایق و ثانیه‌های زیادی رو در اختیار حریف میذارید برای حمله کردن؟ چون لاین اپ تیم رو نشون میده. من اذن میدم که شما صحبت کنید، کمتر صحبت کنم. نه بازیکن‌ها تقریبا همونایی هستن که از این مسعود زارعی نمیدونم این شیس محروم شدنش خیلی به نفع پرسپولیس به نوعی تمام شد که مشخص شد مسعود زارعی چقدر در سمت راست داره خوب کار میکنه و کریم باقری هم که بی تردید یکی از بهترین های پرسپولیس در این فصل بود. من فکر کنم یکی از فصل‌های خوب کریم باقری، حتی اگه به چند سال گذشته برگردیم و پرسپولیس صاحب یک رهبر، یک لیدر شده در خطوط مختلف، در دفاع، خط میانی و خط حمله کریم باقری بازی کرده و نتیجه خوبی گرفت. زارعی هم بدون تردید که از بازیکنایی که من فکر کنم دیر یا زود آقای علی دایی اگر به این نحو زارعی ادامه بده به طور دائم در دفاع راست ازش استفاده خواهد کرد. این طرف هم حمید عزیززاده رو می‌بینیم که زوج عقیلی خواهد بود در غیاب بنگر. فکر کنم ممکنه لطمه بزنه، ولی به هر حال بنگر و عقیلی بیشتر با هم هماهنگ بودن. ضمن اینکه در سمت دفاع چپ هم ابراهیم لوونیان رو من در ترکیب دیدم. به نظر میرسه که به جلال اکبری ترجیح داده شده حالا در نیمه اول از شروع. بله. آخرین تمرین‌ها هستش که آقای یوسفی تیم رو مشخص میکنه و این بازیکن‌ها هستن که در واقع تیم رو میسازن. نه مربی. وقتی بازیکن آماده است، من میگم هر مربی آرزو داره که بازیکن‌هاش در شرایط آرمانی باشن برای شروع بازی. و ما الان تصویری که داریم از آقای ویرا، آزمون بزرگی هم هست، هم برای ویرا هم برای آقای قطبی. هر دوشون فصل اولشون رو در لیگ برتر ما تجربه میکنن. اگر پرسپولیس قهرمان بشه برای 9مین باری که قهرمان لیگ ایران شده، سپاهان هم به این افتخار دست پیدا بکنه،
در واقع پر افتخارترین تیم لیگ حرفه‌ای ما خواهد بود که تونسته 2 بار. یه به هر حال داورای سفیدپوش میدان رو هم می‌بینیم، عادت کردیم بگیم سیاه‌پوش، سرخپوش، زردپوش. این بار آقای سعید مظفری زاده و دوستانشون سفید پوشیدن. به هر حال برای داوری ما هم آزمون بزرگیه، چون به هر حال درسته همین که با داور ایرانی گذاشتن. امیدواریم که حتما سربلند از این بازی بیرون بیان که شایستگی ها رو بیشتر نشون بدن. آقای مظفری بدون تریک از بهترین داورای ماست، باعث افتخار فوتبال این مملکت است و من خیلی خوشحالم. امیدوارم که بازی آینده تا استقلال و پرسپولیس هم یه همچین داوری در امیدواریم به اونجا برسیم که بله اونجا هم دیگه نیازی نداشته باشیم ما داور خارجی بیاییم. آقای فنایی هم با ما همراه خواهند بود. اینم عکس‌های یادگاری قبل بازی. مطمئنا این قیافه‌ها با قیافه‌های آخر بازی به هیچ وجه قابل قیاس نخواهد بود، همه کاملا عوض خواهد شد قیافه، ولی خب به هر حال بازی فوتبال و جذابیتش به همینه. آقای فنایی هم پشت خط ارتباطی ما خواهند بود بین دو نیمه آخر بازی. اگر نقاط ابهام‌آمیزی باشه در امر داوری به هر حال در خدمتشون خواهیم بود. ترکیب رو هم می‌بینید، واعظی و نصرتی و سپر حیدری و زارعی و نبی الله باقری ها، باقری، آقایی، یه خورده ریزه، آشوبی، کعبی، خلیلی و پژمان نوری. اینا 11 مردی هستن که آقای قطبی در درون زمین چیده. اون طرف هم برای میهمان زردپوش همامی درون دروازه هست. اینم حرف خوبی بود. هادی عقیلی، حمید عزیززاده، ابراهیم لوینیا، هادی جعفری، حسین کاظمی، میثم کاظم و سایر نفرات از جمله احسان حاج صفی و دیگر نفراتی که در ترکیب تیم سپاهان حضور دارند. واقعا شکوه ورزشگاه آزادی ما بیش از 100,000 تماشاگر برای یک بازی لیگ، اون هم در یک درجه حرارت 28 درجه سانتیگراد، بالای هوا 16% رطوبت، به نظر میرسه که همه چیز آقای محسس ایدئال اینه که یه بازی خوب رو ببینیم ان شاء الله. آقای یوسف 13 خرداد تیم ملی کشور ما در مقابل امارات بازی داره و من امیدوارم در پایان این بازی نحوه این بازی شکلی باشه که علی دایی کادر فنی تیم ملی ما بتونن استفاده بکنن، چون شما میدونید هماهنگی در تیم ملی، داشتن مهرهایی که با هم جور هستن خیلی میتونه کمک بکنه. این روزا محسن خلیلی با 17 گل یکی از بهترین گلزنان ما محسوب میشه. چه کسی در کنارش بازی بکنه در تیم پرسپولیس، در تیم ملی ما میتونه خیلی کمک بکنه. خب بریم به ورزشگاه آزادی. عادل فردوسی پور هم بازی رو برای ما گزارش خواهند کرد. امیدواریم که بازی بیارزه به این همه حساسیتش، این همه انتظارش، بازی پر جوش و خروش، تماشایی و با کیفیتی باشه. بریم به ورزشگاه آزادی و همه چیز مهیاست تا انشالله یک بازی خوب رو شاهد باشیم. شما بیارا ملاحظه میکنید 2 ساعت به دست چپشه، دست راستش من ندیدم ساعت داره یا نه. این هم سعید مظفری که به حال باید 2 ساعت داشته باشه. دیگه این مسابقه لزومی هم نداره که همزمان با بقیه مسابقات خیلی دقیق شروع بشه، چون تکلیف قهرمان در همین مسابقه مشخص میشه. بازی انتهای جدول هم حساسیت خاصی داره. حتما در واقع نتایج سایر مسابقات رو اگه به دستمون برسه تقدیم حضورتون خواهیم کرد، یا اگر نه مزاک میرزایی در بین دو نیمه به سماع نظر شما خواهد رسوند. با صوت آقای سعید مظفری بازی آغاز میشه. قرمز پوشان پرسپولیس از راست به چپ خواهند زد. شما از دل بیننده از طریق برنامه فوتبال برتر شبکه سوم سیما و از در خارج از کشور هم از طریق برنامه گزارش ورزشی شبکه جهانی جام مسابقه رو تماشا میکنند. بازی بسیار حساس تیم‌های پرسپولیس و سپاهان، بازی که در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی برگزار میشه. مسعود همامی بعد بازی رو آغاز کنه. عباس محمدی به بازی نرسیده، تو بلند به میانهای زمین پرسپولیس. اماد رضا لحظه‌ای رو تو بستر میداره، کار دنبال میشه. باقریا و نصرتی موفق در قرمز پوشان. پژمان نوری کبیر در میانه میدان، اونجا حسین کاظمی از راه میرسه. یک از سید صالحی از نصرتی میخواد عبور کنه، موفق در محمد نصرتی برای لحظه‌ای در چند مرحله رو تو اثر میذاره و پژمان نوری که تو واگذار میکنه به حسین کعبی. کاظمی تو بشه بیرون میفرسته.
پرتاب تیم میزبان محمد نصرتی بازی رو آغاز میکنه. کریم باقری، کعبی حرکتی آغاز کرده، کار دنبال میشه در میان میدان. هیثم کاظم دیگر بازیکن عراقی تیم سپاهان که اخیراً به جمع بازیکن اضافه شده، یک پاس دهم آفساید. بازم کبوتر در وسط زمین حضور داره. محسن خلیلی کبوتر رو جابجا میکنه، مثل که هنوز وسط زمین رو چمن نشسته. بحث کار دنبال میشه در شرایطی که بازیکن پرسپولیس حرکتی دنبال میکنن. تصویر آفساید رو لحظه دیدید که آقای رضا سخندان پرچم خودش رو بالا برد. نبی‌الله باقری ها، محمد نصرتی در عرض برای سپهر حیدری، یه ضربه بلند. محسن خلیلی تو اثر میذاره. کریم باقری پشت محوطه جریمه تام توپو پیدا کنه. لوینیان توپو واگذار میکنه به مسعود همامی. باقری ها با سینه میندازه برای پژمان نوری. نصرتی، فرزاد آشوبی در دایره میانی میدان توپو در اختیار داره. عباس آقایی، یک دوره موفق. خود آقایی پشت محوطه جریمه در سمت چپ. احسان حاج صفی توپو میگیره، یه پاس در عمق میندازه. نصرتی توپو برمیگردونه. حسین کاظمی، هادی عقیلی، سپهر حیدری توپو برمیگردونه در میان میدان. بازیکن سپاهان ابوالهیل رو به عقب میندازه برای هادی جعفری. عبدالوهاب ابوالهیل توپو میندازه پشت محوطه جریمه. اونجا باقری ها یه لحظه اشتباه میکنه. این کبوتر هم از نزدیکای محوطه جریمه تکون نمیخوره که محمد نصرتی الان دستش گرفته و داره با کبوتری در دست بازی رو دنبال میکنه. بله نگاه کنید، این محمد نصرتی است. حالا حرکت بازیکن پیروزی از سمت راست. مسعود زاری توپو جلو میبره، ساندویچ انجام میده، روی دروازه خوب هم میفرسته. نزدیک بود سپاهانی‌ها هم ابتدای کار خیال پرسپولیس رو راحت کنه. کارن از سمت چپ برای دروازه فرستاده بشه. با هم نگاه میکنیم. مسعود زاری بهترین بازیکن پرسپولیس در این چند هفته اخیر، توپ خوبی رو فرستاد روی دروازه. از سمت چپ توپ برای دروازه فرستاده بشه و بالاخره این کبوتر سمج رو خارج میکنن. یکی دیگه هم تو محوطه جریمه حریف هنوز هست. تو از سمت چپ برای دروازه فرستاده بشه. عباس آقایی کوتاه برای باقری. خود آقایی ساندویچ انجام میشه روی دروازه. عقیلی توپو برمیگردونه پشت محوطه جریمه. ایسم کاظم ضد حمله برای تیم سپاهان. ابوالهیل میبره به سمت چپ جایی که عماد رضا حضور داره. چقدر پرتعدادن بازیکنان سپاهان در ضد حمله. الان 4-5 نفر هستن که کماکان عماد رضا به دنبال توپ هست و پژمان نوری توپو میگیره. عجیب پرتعداد بودن در هنگام ضد حمله. در این سمت بازیکنان پرسپولیس حرکت دنبال میکنن. حسین کعبی توپو خیلی خوب میگیره اونجا. بازیکن تیم سپاهان لوینیان کار گره خورده در وسط زمین. پژمان نوری، عباس آقایی به دنبال توپ. محمد نصرتی برای نبی‌الله باقری ها میندازه. محمد نصرتی لباس در عمق میندازه برای محسن خلیلی. روی توپ اثر میذاره در سمت مقابل. کعبی به دنبال توپ. لوینیان، باقری خیلی خوب توپ حسین کاظمی رو میزنه. کعبی در کنارهای زمین توپ در اختیار داره. عقب تبع فرزاد آشوبی. نوری نزدیکش میشه. پژمان نوری، محسن خلیلی پاس در عمق به آقایی نمیرسه. ابوالهیل پاس بلند پشت مدافعان. باقری ها با سر توپو میندازه برای مهدی واعظی. پژمان نوری، سپهر حیدری، کریم باقری به دنبال توپ. کاملا نزدیک است به دروازه حریف کریم باقری در این یکی دو بازی اخیر. احسان حاج صفی حرکت رو آغاز کرده. خود حاج صفی پاس خوب سمت چپ مقدم عماد رضا خیلی توپ از پاش جدا میکنه. پس که دروازه تیم میزبان بعد بازی آغاز بشه.
این لحظه است که خواسته استارت بلند رو بزنه و موفق نبود. مهدی واعظی باید بازی رو آغاز کنه. ضربه بلند واعظی. حسین کاظمی روی توپ اثر میگذاره. کعبی، لوبینیان توپو برمیگردونه. عباس آقایی، اونجا کریم باقری و عادی عقیلی است که توپو دور میکنه. در بازی همزمان تیم پگاه موفق شد یک گل به تیم سبا باتری بزنه. یک حرکت از سمت راست اونجا کناره های زمین، مسعود زارعی تعادلش به هم میخوره و تو به بیرون میره. چهره زارعی رو ملاحظه میکنید چند پاس گل خوب رو در این چند هفته اخیر داده برای مهاجمان تیمش. لوبینیان یک بازیکن قرمز پوش سانتوی دروازه انجام میشه. اعتقاد به خطای هند دارن. افشار قطبی و حمید اسکیان در کنار زمین حسابی اعتراض میکنند، اما دیگه کم کم داره جا میفته که این گونه توپا رو داورا هند نمیگیرند. محمد نصرتی، فرزاد آشوبی، معتبازی میخواد عوض کنه. ابوالهی توپو قطع میکنه میبره به سمت راست. هادی جعفری، هیثم کاظم، خطای هند هیثم کاظم گرفته شده. کار دنبال میشه. یه صحنه عجیب و با کلی مکس تأخیر دست خودش میدم آقای سعید مظفری. نباید بذاره بازی از دستش خارج بشه. هیثم کاظم فرا میخونه. اولا عقب میزنه و اتفاق خاصی رخ اینجا. این صحنه خطای هیثم کاظم، این خطای هندش گرفته شد، بعد نذاش بازی رو سریع شروع کنه. به حال بازی دنبال میشه شده که عباس آقایی برای تیم پیروزی بعد ضربه رو بزنه. خود عباس آقایی میبسته به نزدیکی های محوطه جریمه و توپ خیلی راحت به اختیار میگیره مسعود همامی. یه ضربه بلند از همامی به بیرون از زمین. توپش که به بیرون رفت. این دروازه‌بان که دوران پرفراز و نشیبی در این 2-3 سال اخیر تیم سپاهان سپری کرده، در مقطعی که آرمناک در اوج بود مقطع او رو نیمکت نشین کرده بود. باقریا مهار سینه‌اش جالب نبود اما جبران میکنه. فرزاد آشوبی، آقایی یه پاس در عمق میندازه، از همه عبور میکنه و توپو همامی در اختیار میگیره. تیم صنعت نفت آبادان همین لحظه موفق شد یه گل بزنه به تیم استقلال. فکر کنم لئوناردو پیمنتا بود که گل رو برای این تیم به ثمر رسوند. در این سمت بازیکن سپاهان به دنبال توپ، از اشتباه مسعود زارعی. های صفی عالی کار میکنه. خدا های صفی سمت بلند و روی دروازه و کورنر. کورنر برای تیم سپاهان به دست اومده. خب این یکی مسئولان اجرای مسابقه میاد اون کبوتری که در محوطه جریمه بود رو بیرون میبره. تو به سمت راست برای دروازه فرستاده بشه. احسان حاج صفی، هادی عقیلی روی توپای بلند همیشه خطرناک نشون داده.
عزیززاده هم هست، انجام میشه روی دروازه. ضربه سر بازیکن پرسپولیس میزنن. اونجا برخوردم به وجود اومده بین محمد نصرتی و هادی عقیلی. یه بار دیگه با نگاه میکنیم این لحظه که وقتی ضربه سر زد بعدش برخورد پیش اومد بین نصرتی و هادی عقیلی. 0-0 مساوی. 10 دقیقه از زمان بازی بودن. 3 پری شده و با این نتیجه تیم سپاهان قهرمان مسابقات لیگ برتر خواهد شد. اما آمار یه جورایی به نفع تیم پرسپولیس رأی میده. در دورهای قبلی 6 تیمی که قهرمان شدن بازی آخر را میزبان بودن و تیم پرسپولیس در این مسابقه میزبان هست. ضمن که در 3 دوره اخیر رقابت لیگ برتر تیم قهرمان شده که دوره قبل سوم شده بود. علی پروین دبیر جمعیت حاضر در ورزشگاه بازی رو تماشا میکنه. چهره محبوب قرمز پوشان احمد ضابط‌زاده، حمید درخشان از جمله قرمزهای سابق هستند که در ورزشگاه حاضر هستند. یه مسابقه هم ساعت 3:30 بعد از ظهر شروع شده بود. بازی تیم‌های ذوبان و استقلال اهواز، تنها مسابقه که زودتر از بقیه شروع شد و ذوبان 2-0 از تیم استقلال اهواز جلوست تا پایان تلخ داشته باشه جلالی در این تیم. در تیم استقلال اهواز البته. یه بار دیگه از سمت راست بازیکن سپاهان حرکتی راست کرد. ابوالهیل عقب‌تر میندازه مقابل سانت توپ. هیثم کاظم یه سانت خطرناک. فرزاد آشوبی تو اثر میذاره. حالا حسین کاظمی توپ برشک پیدا میکنه. خود کاظمی از بین همه میخواد عبور کنه و آشوبی است که جمع میکنه میبره به سمت راست. مسعود زارعی یه حرکت خوب رو آغاز میکنه، اطرافو نگاه میکنه. مسعود زارعی و حسین کعبی میندازه. خطا کرد حسین کعبی. آقای حسن کامرانیفر خطا کعبی رو اعلام میکنه. ضربه سر از باقری ها. عباس آقایی از یه بازیکن عبور میکنه. آقایی بازیکن شوت زنی هم از ضربش به مدافع حریف برخورد میکنه. کریم باقری هم اونجا حضور داره. باقری کعبی در کنارش توپو در عمق میندازه و میگیرن بازیکن سپاهان. موقعیت به کریم باقری نذاشتن ضربش رو بزنه. دوباره در رفت و برگشت حسین کعبی توپو میگیره پشت محوطه جریمه. باقری اونجا تو به سمت راست میره. مقابل سانت توپ هست و کورنر نه. ضربه دروازه گرفته شده. تیم فجر سپاسی در مقابل مصر که منم بازیشون تا دقیقه 12 1-1 مساوی دنبال میشه. بازی رو همامی باید آغاز کنه. تو باش بیاد به میانه های زمین پرسپولیس. اونجا ضربه سر محمد نصرتی میزنه. حرکت از حسین کعبی. تو باش خیلی راحت میگیره هادی جعفری. عماد رضا. احسان حاج صفی ضربه از راه دور میزنه و تو باش از کنار دروازه به شکل خطرناکی به بیرون میره. احسان حاج صفی رو ملاحظه میکنید. پدیده تیم سپاهان بوده در این فصل و ضربه که از کنار دروازه به بیرون میزنه. مهدی واعظی باید بازی رو آغاز کنه. خود حاج صفی. عزیززاده ضربه بلند و بنگرد مسابقه دلیل 3 اخطار بودن غایب هست و جلال اکبری هم دلیل مصدومیت شرط بازی رو پیدا نکرده. هیثم کاظمی سید صالحی تکل خوب باقری ها. آشوبی بازم میاد پشت دفاع رو جمع میکنه. خود فرزاد آشوبی. نصرتی لب خط توپو میگیره. بازی ذوبان استقلال اهواز 2-1 شده.
سپر ایدری. پژمان نوری در مرکز زمین، آقای نزدیکش هست، خود پژمان نوری میره کریم باقری مقابل محسن خلیلی، ضربه او به توی دروازه. چه گلی میزنه محسن خلیلی، میره و در آغوش افشین قطبی قرار میگیره. پرسپولیس 1 سپاهان 0. 18مین گل فصل محسن خلیلی 100,000 نفر رو بدین شکل خوشحال میکنه و البته شاید میلیون ها نفر رو. یک بر صفر برای پرسپولیس و حالا این تیم پرسپولیسی که قهرمان رقابت‌های لیگ برتره. محسن خلیلی، چه موقعی آماده شدی محسن خلیلی، چند بازی آخر فصل رو فوق‌العاده گل زد، گل قشنگی هم میزنه. یه بار دیگه با هم نگاه میکنیم، با پای چپ یک ضربه دیدنی و هر چقدر تلاش کرد حمامی نتونسته با بگیره. بدین شکل 1 بر صفر نفع تیم میزبان. این همون نیمکت نشینا و عکس عمل افشین قطبی. این بار پرشش در جا بود و بعد به شکل دیگر شادی کرد. حالا بازیکن سپاهان در محوطه جریمه، اونجا پژمان نوری توپو دور میکنه. روند بازی حالا عوض میشه، این سپاهانه که باید حمله کنه. سپاهان با این نتیجه عنوان قهرمانی رو از دست میده. پژمان نوری، محمد نصرتی، حسین کعبی در سمت چپ، نصرتی، فرزاد آشوبی، عباس آقایی، باز هم خود آقایی تو بشه لحظه میگیرند. آشوبی، نصرتی در سمت چپ طلب توپ میکنه، باز عباس آقایی، حسین کعبی حرکت کرده، کعبی در محوطه جریمه یه دیبله سرپا میده در محوطه جریمه و خطایی نمیگیره داور. کعبی خودشو به زمین میکوبونه. بالا در سمت مقابل بازیکن سپاهان موقعیت ضد حمله دارن. عبدالوهاب ابوالهی، سانتش انجام میشه روی دروازه، یه موقعیت یک ضربه سر از عماد رضا و توپی که به بیرون میره. با هم صحنه رو نگاه میکنیم. این حسین کعبی اینجا دیر به سرپا زد و تعادلش به هم خورد و اگه زاویه مقابل باشه شاید بهتر بشه اظهار نظر کرد در مورد این صحنه. دقیقه 20 1 بر 0 به نفع قرمز پوشان. بازی را این لحظه اینجا یه برخورد انجام شد. حالا آقای مظفری نظرش این بود که خطایی در کار نبوده، به وایزی تذکر میده که ضربه رو هرچه سریعتر بزنه. افشین قطبی و نیمکت نشینان تیم پرسپولیس شدیداً معترض هستند. اونا شاید تصور میکردن که اون پنالتی اگه اعلام میشد روند بازی تغییر میکرد. خطا از حسین کاظمی اعلام شده. کریم باقری تو سر توپ میزنه، رو پای راستش میخواد بیاره، از کاظمی عبور میکنه و هادی عقیلی که توپو دور میکنه. کریم باقری، کاظمی، یه باز به سمت چپ، آفساید هم نیست. عماد رضا حرکتی رو آغاز کرده، حیدری در مقابلش هست. عماد رضا تو سر توپ میزنه، عماد رضا و توپی که واعظی میگیره. مهدی واعظی، هادی عقیلی توپو میزنه و کار دنبال میشه. تو باید به بیرون بزن بازیکن پرسپولیس، چون عقیلی روی زمین افتاده. کاظمی اعتراض میکنه به سعید مظفری. سخت قضاوت کردن این مسابقه. بعد از مثلا فکر رو عقیلی خطا شد. این لحظه تکل بعدی هم رفتن رو پای عقیلی.
اینجا به نقیلی و خلیلی برخورد انجام. این تکل از کعبی میتونست خطایی رو به همراه داشته باشه. نیک بخت خودش داره گرم میکنه در پشت دروازه تیم سپاهان. شریع حسین بادامکی رو ملاحظه میکنیم که ذخیره های تیم پیروزی نشسته. ژوربان ویرا و اعتراضه که حالا او به تیم داوری داره. کار دنبال میشه. محمد نصرتی، خلیلی توپ در اختیار داره. محسن خلیلی از کاظمی عبور میکنه. عباس آقایی، یک توپ قشنگ. محسن خلیلی به تیر دروازه و توپ بعدی که بیرون میره. چه فوتبالی داره بازی میکنه این تیم پیروزی. یه حرکت تیمی قشنگ و با هم نگاه میکنه. این ضربه محسن خلیلی توپ به تیر افقی دروازه اصابت میکنه. از این زاویه تماشا کنید. محکم و پرقدرت زد و توپ بعدی رو هم بدین شکل باقری به بیرون فرستاد. ابوالهیل، هادی عقیلی توپ در عمق میندازه. نصرتی ضربه سر رو میفرسته. آشوبی، محسن خلیلی در میان میدان توپ در اختیار داره. بسیار آماده نشون داده محسن خلیلی. زارعی از راست اضافه شده. مسعود زارعی ساندویچ انجام میده. یه موقع بازی کنه قرمز پوش و توپی که از مقابل پای خلیلی دور میکنند. کاظمی، حمید عزیززاده بعد توپی که به عباس آقایی میرسه. بازی تیم‌های پاس همدان و ملوان هم 0-0 است. با توجه به گلی که پگاه به سبا زده و برد تیم نفت، کماکان تیم نفت تیم سقوط کننده به دسته پایین‌تر خواهد بود، مگر اینکه ملوان یا پگاه یکیشون ببازن. خطا اعلام شده و حسین کاظمی مثل که خیلی دلش می‌خواد کارت زرد رو بگیره بعد از اینکه سوت زد داور بدین شکلی که ندیدیم توپو دور کرد. این هادی جعفری است. فرزاد آشوبی از راه دور ضربه‌شو میزنه. تو به پشت هیثم کاظم برخورد میکنه. فرزاد آشوبی، محمد نصرتی، تعویض منطقه بازی به سمت راست و آفساید. آفساید کریم باقری در 25مین دقیقه مسابقه اعلام میشه. هر دو تیم یه آفساید داشتن تا این لحظه از بازی که 25 دقیقه از زمان بازی گذشته. مهدی وایزی میبره به سمت چپ جایی که نصرتی حرکتی را آغاز کرده. فرزاد آشوبی، آقایی در میانه میدان میبره به سمت چپ. اونجا کعبی به دنبال توپ حرکت میکنه و از کنار دروازه سپاهان بازی باید آغاز بشه. لوبینیان، حمید عزیززاده میبره به سمت چپ جایی که لوبینیان حرکتی را آغاز کرده. حاج صفی، لوبینیان، حسین کاظمی، یه واسه در از او حتی مهدی واعظی در اختیار میگیره.
کلا در وقت تلف کردن خیلی مهارت داره. مهدی واعظی از سمت راست بازیکن پیروزی حرکتی رو آغاز کردن. مسعود زارعی کماکان تو جلو میبره، موقع سانت توپ داره این کار انجام میده. کریم باقری، محسن خلیلی یه ضربه عجیب رو میخواد به توپ بزنه. حالا باقری توپ عزیزاده بر میگردونه و تلاش حسین کعبی که ثمری نداره در کنار زمین. تیم پیروزی بهتر بازی کرده و مزد بازی خوب خودش هم با یه گل تا الان گرفته. عوان هل بازی رو آغاز میکنه. احسان حایصفی دیگه قشنگی میزنه اونجا. خطر مسعود زارعی انجام میده. هنوز از کارت استفاده نکرده آقای مظفری. هادی جعفری سانتش انجام میشه روی دروازه. ضربه سر از سپهر ایدری. حالا بعد منتظر پرتابای بلند احسان حایصفی باشی. پرتاب درون محوطه جریمه. یه ضربه سر، توپی که نزدیک بود به گل تبدیل بشه. ضربه آخر ابوالهیل زد اما قبل از اون عزیزاده روی توپ اثر گذاشت. خیلی خوب پرت میکنه توپا رو احسان حایصفی. این ضربه از حمید عزیزاده و تلاش ابوالهیل بازیکن عراقی تیم سپاهان که ثمری نداشت. بازی را هادی جعفری باید آغاز کنه. پرتاب به زرد پیشانه سپاهان. باقری ها، هادی عقیلی به دنبال توپ. لوبینیان، عزیززاده، حسین کاظمی در میانه میدان یه پاس خوب میندازه. مقطع بازیکن سپاهان است در محوطه جریمه، تک به تک با دروازه و گل مساوی. گل مساوی رو احسان حایصفی به ثمر میرسونه و ورزشکار رو غرق در سکوت میکنه. پدیده بیچون شده تیم سپاهان حساب کار 1-1 مساوی میکنه. از تک موقعیت خودشون نهایت استفاده رو بردند سپاهانیا و این هم معدود هوادارانی که در طبقه دوم ورزشگاه قرار دارن. 1-1 مساوی. پاس عالی از حسین کاظمی، فرار دیدنی احسان حایصفی از مسعود زارعی جدا کرد خودشو، وارد محوطه جریمه هم شد و اینجا توپ از مهدی واعظی عبور داد تا حساب کار 1-1 مساوی بشه. این لحظه که حرکت کرد و با این ضربه توپ از کنار دستان واعظی به گل مساوی تبدیل کرد. عجب سکوتی فرا گرفته ورزشگاه آزادی را. حالا با این نتیجه تیم سپاهان قهرمان هست. پرسپولیس حسرت اون توپی که به تیر دروازه زد و احتمالاً بعداً صحنه‌ای که پنالتی گرفته نشد رو خواهد خورد. ببینیم در ادامه چه اتفاقی رو خواهد. هنوز 60 دقیقه به انتهای این دیدار زمان باقی مونده. کریم باقری آقای با بیرون پا توپ ساند میکنه روی دروازه. مسعود امامی توپو مشت میکنه. بازم بازیکن پیروزی توسط فرزاد آشوبی میرزه اون موقع به حسین کعبی و توپو میگیره مسعود امامی. احسان حایصفی ساعت انجام میشه روی دروازه. اونجا احسان حایصفی باز هم از بجانبی
عبور نمیتونه بکنه. کارت زرد را سعید مظفر نشون میده به احسان حاج صفی. نمیدونم حسین کاظمی هم اخطار گرفت یا نه. بعدی دارن اعتراض میکنن سپاهانیا. نوشتی واگذار میکنه به باقری و دوباره خود او فرزاد آشوری. لومینیان کریم باقری از راه میرسه، لحظه تو اثر میذاره، میبرم به سمت چپ. آشوری محمد نصرتی منطقه بازی عوض میکنه از سمت راست. مسعود زارعی روی گل مقصر اصلی بود، ساند انجام میشه روی دفعه. اونجا یه دفعه ناقص. عباس آقایی پشت محوطه جریمه توپشو میزنند. در سمت چپ احسان حاج صفی. عقیلی حرکت از محمد نصرتی. 12 دقیقه به انتهای نیمه اول زمان باقی مونده. 1-1 مساوی. باز زبان استقلال باز 2-2 مساوی لحظات پایانی خودش رو سپری میکنه. محسن خلیلی از این بازی که عبور میکنه، خود خلیلی توپش نرسید به حسین کعبی. اگه رد میشه پاس خیلی خوب بود. بازی پیکان و سایپا هم 0-0 در شاید که پیکان 10 نفره کار رو دنبال میکنه. یه بازی بالا هم به سمت چپ. اونجا باقری یه از روی توپ اثر میذاره. و پرتاب به زرتشتیان سپاهان. جالب اینجاست که در بازی راهان شیرین فرهاد هم هادی اصغری گل زده. رقابت خلیلی و اصغری به تصاوی با آقای گلی هم ادامه داره. کماکان خلیلی پیشتاز است. 18 در مقابل 17. باقری ها فرزاد آشوبی میبره به سمت راست. مسعود زارعی حرکتی را آغاز کرده. دو بازیکن در مقابلش هستن. خود زارعی از یه بازیکن عبور میکنه، کماکان داره توپو جلو میبره و خطا. اینا خطا به نفع تیم میزبان. این است که خطا اعلام شد به سمت راست و روی دروازه فرستاده بشه. پژمان نوری پشت توپ قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. ضربه اولو زرتشتیان سپاهان میزنن. دوباره در گوشه زمین توپ به بیرون میره. خب این خطا گرفته شروع خیلی سریع کار رو دنبال میکنند. عباس آقایی کارش خطرناک است. توپشو میگیرند. سید صالحی که پاس عمقی رو میندازه. اونجا مسعود زارعی توپو در اختیار میگیره. عباس آقایی
محمد نصرتی در سمت چپ. تو باسن کبیر میگیرن رو عقب. هادی جعفری. نتیجه به همین شکل باشه نیکبخت رو زودتر از حد معمول شاید در زمین ببینیم. یه واسه در آن و توپی که به خلیلی نمیرسه و مسعود همامی توپو میگیره. هیثم کاظم و یا حسین کاظمی. هادی عقیلی. عماد رضا و نصرتی موفق تر از اوست. بازی آروم شد. تب و تاب اولیه‌اش و هجوم‌های پیاپی تیم پیروزی بعد از گلی که تیم سپاهان زد فروکش کرد. یه پاس در عام، حالا موقع برای کریم باقری، ضربه سر هادی عقیلی میزنه. هیثم کاظم. کاظمی توپ در عمق میندازه. عماد رضا حرکتی را آغاز کرده. نصرتی در مقابلش هست. عماد رضا پاس عالی رو میندازه برای سید صالحی. بازم خود سید صالحی توپش رو میگیرن بازیکن پیروزی. دوباره در میانه میدان عباس آقایی. یه ضربه از راه دور و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. محمد نصرتی. پژمان نوری در میانه میدان. واسه محمد نصرتی. کریم باقری. دو بازیکن آتش کردن. خود کریم میبره به سمت راست. مسعود زارعی از یه بازیکن عبور میکنه، یه توپو گم میکنه، کاری سخت میشه بین دو سه نفر و پرتاب برای قرمز پوشان. سپهر حیدری میره تا پرتاب بلند رو انجام بده. هفت دقیقه به انتهای نیمه اول این دیدار زمان باقی مونده. سپهر حیدری پرتاب بلند به درون محوطه جریمه. ضربه اول عزیززاده میزنه. هیثم کاظم. پژمان نوری توپ سرگردان از اونجا. باقری و عقیلی بالاتر از او ضربه رو میزنه. پژمان نوری. محسن خلیلی توپو کنترل میکنه، میبره به کناره های زمین. عباس آقایی با پای چپ سمت کوتاه او روی عباس عزیززاده برمیگردونه. نوری. هادی جعفری. حرکت بازیکن سپاهان. خود جعفری پاس جالب نیست و سپهر حیدری و همون که مهدی واعظی دوباره او رو صاحب توپ کنه. فرزاد آشوبی. نصرتی. میبره به سمت راست. اونجا مسعود زارعی توپو در اختیار داره. آشوبی. حرکت از مسعود زارعی پشت محوطه جریمه. توپش یه لحظه میزنن، کار گره خورده اونجا. باقری میاد و خطای هند مسعود زارعی گرفته میشه. این لحظه است که توپ باقری رو با دست زد مسعود زارعی. یه نتیجه جالبم در همدان رقم خورده تیم ملوان. یکیش از پاس جلو افتاده. با این نتایج نفت نمیتونه امیدی برای بقا داشته باشه، حتی اگر کماکان 1-0 از تیم استقلال در آبادان جلو باشه. مالک توپ 59 در مقابل 41 هست. سپهر حیدری باید پرتاب انجام بده. بلند به درون محوطه جریمه. یه ضربه سر و توپ روی خط دروازه همامی میگیره. ضربه سر نبی الله باقری ها و توپی که همامی بازم تقریبا به بیرون میفرسته. با نگاه میکنی این لحظه است که البته بگم خود مدافع سپاهان ضربه رو زد. این توپ هم که یه تیکه به بیرون میره.
همامی باید بازی رو آغاز کنه. ضربه بلند از مسعود همامی. 3 ساله رو تو اثر میذاره. عماد رضا، نصرتی، فرزاد آشوبی، حسین کعبی و خطا از هادی جعفری گرفته شده. هادی جعفری هم کارت زرد رو میگیره. این لحظه است که خطا رو برای کعبی انجام داد، کارت زرد رو هم گرفت. 3 دقیقه به انتهای نیمه اول زمان باقی مونده. 20 دقیقه اول تیم پرسپولیس فوق‌العاده بازی کرد، اما بعد از گلی که تیم سپاهان به ثمر رسوند بازی کاملا متعادل شد. مالکیت توپ در اختیار تیم پیروزی بود، اما موقعیت گلی به اون شکل نتونستن خلق کنند. عباس آقایی، باقری میبره به سمت راست، اونجا مسعود زارعی لب خط توپ در اختیار میگیره. فرزاد آشوبی یه دور میزنه، آشوبی حالا میبره به سمت راست، باشه زارعی نمیرسه، برگشت توپ. نبی الله باقری ها در سمت چپ، عباس آقایی توپ در اختیار داره، در عرض حرکت میکنه. فرزاد آشوبی حالا میندازه برای محمد نصرتی، توپ صورتش برخورد کرد و دور شد از اون منطقه. هیثم کاظم، کعبی از پشت سر میاد توپ میگیره. خود حسین کعبی حرکتی رو آغاز کرده، توپ هادی جعفری دوباره میگیره. ابوالهیل، سپر حیدری رو به عقب برای مهدی واعظی. باقری ها میبرم سمت چپ، محمد نصرتی توپ در اختیار میگیره. آخرین تلاش‌های تیم پیروزی برای اینکه گل بزنه در همین نیمه. محسن خلیلی توپ در اختیار داره، در محوطه جریمه در عرض حرکت میکنه. خود خلیلی و خطا در منطقه خوبی توپ اختیار بازی کنه، قرمز پوش قرار میگیره. این لحظه است که خطا اعلام شد. یه داره کنار زمین صحبت میکنه بازی کنه تیمش. 2 دقیقه زمان اضافه گرفته شده. خود محسن خلیلی پشت توپ قرار گرفته. 4 بازیکن در مقابل توپ قرار گرفتن. محسن خلیلی ضربه رو میزنه به سمت دروازه و توپش با اختلاف کمی از کنار دروازه بیرون میره. با هم نگاه میکنه از این زاویه گویا خوب زد ضربه شو. در چارچوب بود، فکر کنم توپ گل میشد. بعد 2 دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته شده که 5 ثانیه‌اش سپری شده. ضربه مسعود همامی. عماد رضا، زارعی از سمت راست حرکتی رو آغاز کرده. مسعود زارعی بعد تو با عقیلی برمیگردونه. حسین کعبی، روش خلیلی نمیرسه. هادی عقیلی توپو میگیره، لباس عمقی رو میخواد بندازه به عماد رضا. عماد رضا یه لحظه زودتر میاد. بازی خطرناک گرفته شد از عماد رضا. ویرا لبخند معنی داری میزنه در کنار زمین. یکر بازیکن پرسپولیس به سمت راست میبرم. مسعود زارعی میندازه به بیرون، توپ نمیذارم برسه به عباس آقایی. 1 دقیقه پایانی این مسابقه، البته در نیمه اول 1-1 مساوی، نتیجه که سپاهان و قهرمان هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر میکنه.
پرتابو سپر حیدری باید انجام بده. بلند به درون محوطه جریمه، اونجا تو سرگردان هست، عقیلی میزنه، پژمان نوری سایه توپو میزنه، آدم سنگیزه حمله برای تیم سپاهان شکل گرفته. سید صالحی، هادی جعفری، عماد رضا نتونست توپ از سر بگذاره. محمد نصرتی 10 ثانیه به پایان. فرزاد آشوبی، کعبی، اعلام خطا بازیکن سپاهان پژمان نوری. وسط پایان نیمه اول مسابقه به سر در میاد. 1-1 حساب کار مساوی است. محسن خلیلی برای تیم پیروزی و احسان حاج صفی برای تیم سپاهان موفق به گلزنی شدند. بازی 20-25 دقیقه اولش فوق العاده بود. تعداد خطا 10 در مقابل 6. هر دو تیم یک کورنر داشتن و یه آفساید. 2 کارت زرد تیم سپاهان گرفت. شوت به دروازه 3 تا تیم پیروزی زد. سپاهان 1 دونه. سانت 8 در مقابل 7. موقعیت گل 4 در برابر 2.